السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يلا حيوا جميع المتابعين في كل مكان، كيف حالكم؟ عساكم طيبين يا جماعة الخير. صلي على النبي صلى الله عليه وسلم. أعتذر منكم جميعا على تأخير الفلوق بسبب قلة الإمكانيات وضعف جهازي اللابتوب، ولكن بإذن الله في المستقبل القريب مع دعمكم إن شاء الله يكون عندي جهاز لابتوب جديد بإذن الله بإمكانيات كبيرة إن شاء الله، وأسبوعيا أنزل الفلوق بإذن الله. وأي واحد يدعم قناتي عن طريق بايبال تلقاه حسابي في الوصف. فلوقنا اليوم عن الجهود الإمارة أفغانستان السلامية، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لأول مرة في أفغانستان حكومة تبذل الجهد لقضاء الفساد في أفغانستان جميع النواحي، ما شاء الله تبارك الرحمن. ولا تنسوا أن تدعم قناتي في اللايك والنشر وضغط زر الجرس ليصلكم الفلوق أول بأول. وأتمنى منكم إضافة حسابي سناب شات وتيك توك وفيسبوك، تلقون حساباتي كلها هنا. ويلا بينا. سلام، وقتتون بخیر. امروز رفتیم پیش یک زنک جادوگر که تعویض نوشته میکرد. یک زن فاسد که زندگی هر کس خراب میکنه، خانه هر کس. شما را دیدین که ما رفتم در خانهش و برش گفتم که خسرم در اینجا نیست، خارج از کشور است و برای یک تعویض بده که برای پیسه روان کنه. و برای یک تعویض داد، یک برای برم نشته کرد و برم داد گفت که بی ببرد وقتی که از خانه میبره دم پیش خانه بنداز که البته که بوره جوش بتیشه در پیش خانه پرتو شه که شیرین شه و او بر تو روان کنه. من چقدر پول برد بتن گفت که او را نظر به کارش میکنیم و یک تشکری خاص میکنم از امارات اسلامی که اینا رو دستگیر میکنن و خاطر زندگی هر کس اینا خراب میکنن. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام هموطنان عزیز، امیدوار هستم خوب، صحت و سلامت باشید. قسمی که دیدین سلسله برنامه های ما از گرفتاری جادوگران و ساحرین هست. امروز هم در منطقه پروان سیوم آمدیم و تغییرات این برنامه ما ای است که امروز ما یک خانم را آمدیم تا ای که گرفتار بکنیم و ما قبلا هماهنگی کردیم و یک دختر خانم از همکارای ما را نزد اینا روان کردیم، ولی فعلا ما با ثبوت و شواهد اینا را گیر کردیم. بس انشالله میریم و نزدیک میبینیم. میریم به طرف منزلشان. شما بالای صاحب، قبلا هم شما از این ساحه جادوگرا و ساحرین را گرفتار کردین و یا خیر، و آیا از این خانم هم شما آگاهی داشتین؟ آگاهی داشتیم دیگه، برای دیگه ساحرها رو هم گرفتیم، از پیششان تحقیقات کردیم. حال فی الحال آمدیم به این منزل که میره گرفتار کنیم. فکر بکنم بیندای عزیز نزد از این خانم بسیار مشتری هم داره و بسیار پول گزاف هم میگیره به خاطر تعویض. همین تو اطلاع رسیده بود برای حوزه چهارم که اینجا یا تعویض غیر مشروع که او بالکل حقیقت ندارد. از همین نام برای مردم چیزی ها را نوشته میکردند، 10,000 15,000 حتی دلار گیر از مردم تقاضا میکردند. امروز آنها الحمدلله با جمع محتسبین با طرف منزلشان میریم، از نزدیک میبینیم، بررسی میکنیم، انشالله که گرفتار میشد. و واقعا که چقدر زندگی از مردم ما را تباه کردن و چقدر در مشکل انداختن مردم ها را که واقعا خور خیلی غلط است. و فعلا بینده های عزیز آمدیم در مقابل خانه امی خانم که جادو و سحر میکنه. ما خواستیم که اول پلیسای خانم ما برن به خاطر از اینکه اونا خانم هستن. ما هم
منتظر می باشیم که در را باز بکنند. جناب والی صاحب بعد باز اینا گرفتن با شما در اونجا یا میرند برشان میگد که از طرف وزارت مولی صاحب آمادد میبیند اما اتاق همو نوشته از یاره نزدیک میبینیم انشالله. یعنی یا داخل شدن ما انشالله پشت سرشان میریم. خب در را باز کردن و خب اون پلیس اگه بازیافت چطور؟ بیشتر خوب بودن؟ خب اینا جناب والی صاحب میگن که او شمالی رفته و قسمه که ما شما تقریبا 1 ساعت پیش همین جا آمدیم اونا بودن و حتی بر اونا دودی هم دادن. ولی فعلا اینا منکر میشن میگن نیستن و پلیس های خانم داخل رفتن میبینن که آیا واقعا هست و یا کجا رفتی؟ بینده های عزیز قسمه که میبینین ما در داخل خانه همین شخص هستیم که قبلا هم ثبوت گرفته بودن و اینا فعلا میگن نه او شخص است. و اینجا چی گپ است که شما آمد؟ شما مادر کمک پیش بیا ما چند تا پرسان میکنیم از تو. از بیاین بالای صاحب پیش بیاین. یک نفرتان شهر ما در خانه ما کدام گپ نیست. سلام خوب هستین؟ خوب هستین خاله؟ سلامت شما خوب هستین؟ اینجا فکر بکنم که یک تاویز نویس است مادر جان. تاویز نویس مولا نداریم در خانه. خب من که هستم بی‌سواد هستم. خب یکی و مولا نداریم، نماز میخوانم، مسلمان هستم و هر خدمتی که باشه حاضر هستم. گپ مرا گوش کن. دو رقم است. یکی گپ گوش کن. کسی هست که مولا می باشه، جادوگر می باشه، مردم تاویز میکنه، پول پیسش میگیره. ما خودم که هستم نمازخوان هستم، پرهیزگار هستم از مردم. ما از این تاویز مولا نویسان نیستم که جادوگر باشم یا تاویزگر باشم. ما خودم بی‌سواد هستم، ما خودم مولای نیستم که ما به تو تاویز بودم یا باوی بلا مردم اومدم. حالا مو کتابای تو که هست، مو قلمی که داری، مو کاغذی که داری، اما جایی که میشینی مراجعین که برات میاد اونجا میبینیم. آفرین خیر بینه. خب بینده های عزیز درست است؟ خب پلیس های خانم همراهش میره و اتاقش میبینه. بله. جناب والی صاحب چی فکر میکنین شما؟ امی خودشان است؟ صحیح نزدیک میبینیم انشالله جایشه. قلم کتابشه و کتابشانه. بله. اونا دو دیگه ساحرین معلوم شد که کلش جایی بود که بالکل. خب صحیح. ای برادرم میگن دینی خانه برین همه چیز دمیجه هست و یعنی واقعیت هست. بله و بینده های عزیز قسمی که میبینید ما داخل خانه شدیم و اینجا میبینیم که همین گروپ هم روشن کنیم. برقا نیست فیاض جان دیگه. جناب والی صاحب چی هست اینجا؟ اینه دیگه اینا خانه دویجی میکنن غری میکنن بیادر عدد از یا به خانه از تیم ننه میره خانه کرایی گرفته رفته. خودت دیجا چی کار است؟ خورزده شون هستم. دمی خانه میبود؟ دمی خانه کلان شدیم. چرا شکایت نکردیم؟ والا شکایت خداوزه کردم موضوع توجه نکرد. چند پیره مریضام کردم. مردم ما غلط نگیرن یکی جادوگر است و یکی تعویضایی است که جناب والی صاحب از لحاظ اسلامی درست است. ببینید او آیت‌های قرآنی باشد که معنا داشته باشد ما با او مشکل نداریم. بلال جان کدام آیت‌های قرآنی که درست نوشته شود عالمش نوشته کند انشاءالله و شفا است. و ننزل من القرآن ما هو شفا و رحمت للمؤمنین ولا یزید الظالمین الا خساره. اگر ببینید دیره این نوشته کدد این دودی است یا شویست است. این چی است؟ هیچ معنا ندارد. خط شده. در تصویرم ببینید بینده عزیز. مولوی صاحب دیگه تلاشی کردیم این چیزا را یاد کنیم. بینده ها عزیز قسم ببینید این رقم خط شده. من نمیفهم که چی معنا. هیچ معنایی نمیتایی.
معنا ندارد، به معنا است. اینی را علما میگرد که سحر است، جادو است. برای از این رقم زنا باشد یا مردا باشد که مسلمان ها میرد و اینا را تصدیق میکند فهو کافرون بما انزل علی محمد صلی الله علیه و سلم. میبینید بیندای عزیز که خط شده، چارخانه شده و حتی همی چی مانا دیگه؟ این فقط اینی مانا داره که خانه مسلمان ها را خراب میکنه بس. و این هم شماره است. این رقم پیشینا دودی ها است. بله اونو آمدن جناب پالیس. مادر جانینا چی است؟ کدام؟ همین چیزا. اینم چی است؟ اینو بعد نشان بتون مالی تو بیا. همیجا بیاین. این کجا میبری؟ این کجا میبری؟ این تزبیه است. سردی است. تزبیه است که الله گفته میشد چه توصول از طرف پاک پروردگار عالم. خوب بگو. وقتی که انسان از دنیا میره گپ مفهمیدی؟ گپ ما گوش که ما معلومات خدایی بودم شما کامده کتن کامره و گپ سخن پس کامره تا این است که الله میگویی دیگه چیزی نیست از طرف خدا انسان نق جای داره که دنیا میره. ما بر تو مالسم نشان بودم. این عکس‌ها و دخترها و بچه‌ها چرا چی میکنن؟ این عکس‌ها و دخترها و بچه‌ها چی میکنن اینجا؟ این عکس از بچه‌های کاکای ما که خارج هستن، عکس‌های از اوست. این کل خارج هستن؟ نه نیا خارج. کل بچهای کاکای که خطا نشید که خود نمیترسن که یکی را ما بزنی پس شد. این جای است که انسان از دنیا میره مخدر جای توبه میگه پاک میگه که ما رو گشنم چیزا انسان نخوره از طرف خدا. این از کی است؟ این شماره تلفن از کی است؟ حال شما چی میگه آدم خوشحال سیدی بیش میاد. این طرف. اوسنگو تجارت. خب بچم چرا میرد؟ خب این عکس آقا اینا رو بیار مادر. اینا چیزا رو بیار. باز شما گپ میزنیم. سی غرش نگی. یارو بان. یارو بان. این رو باش یارو بان مادر. سی شو. بانش. نیچه نه قلب بان. امروی کلی. اونو قلپا رو بان امروی. دیگه میره. دیگه. بس خلاص. خب بس خلاص. تاویز است. حالا امی ورقا چی هست؟ امی خط. شما گفتین که ما امروی ما گپ بزن مادر. شما گفتین که ما شویس نمیدیم. چی است؟ خود چی هستی؟ خود بانو الهیست او خط الهیست او تاویز نیست. نه چی نوشته کرده؟ او هیچ نوشته نداره. یعنی؟ او هیچ نوشته ندارم تو اشتکا صدری که نوشته نیست تاویز نیست. مادر جان گپ اینا را گوش ببینید بعضی خواهرها هست و جن دارد یا دوشنبه یا پنجشنبه یا چهارشنبه نه اینجا امروی ما ثبوت است که همشهره ماده برای شما یک همشهره هستنی گوش بگی ما خود اینقدر دی پروان اینقدر خانه بود خانه شما آمدیم البته یک چیزی بود اینی کلش همه چیزی هست که جادوگارا از این کار میگیرد جادوگارا از همه چیزا کار میگیرد از خون از سنگ مردار از سیاه مرغ و از سیاه خر و از خونی مردار کار میگیرد اون همه چیزا از خودم نمیفهم که چی خواه بود این نمیفهم همه مورا و چیزا هست دیگه اینی عکس هست که کسی در جرمنی در امریکا است در اینجا عکس شده میکنه ساحر ما چی میشناسیم مادر ساحر چی شناخته میشد که چیز رو نوشته میکنه که او معنا ندارد بله دیگه تو این چیز رو نوشته کرده که هیچ معنا ندارد همین شما کی نوشته کردین قد کردین که بودین به خاطر چی تجارت دارین شما ما تجارت نداریم این شماره از کی است بله این از کی است خانه‌تان
این خانه زمشیری مسی شماره کدام مشکل نداره. شما الحمد شریف بخوانید. الحمدلله. بسم الله بگو. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين المستقيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. این اللهم صل علی محمد و علی آل محمد رسول الله. مردا زیاد است، ما لرزش است. ما قرآن کریم را خواندیم، ما نماز میخوانیم، ما مسلمان هستیم. از این مردمای تاویزی و جادوگر این شماره من 60,000 پیم سر و آدم است، دوا فرنش رفته و کاپی کرده پیسه میگرفتیم. کل گپای محل است، مشکل ندارم. خوب گپ گوش کن. الحمدلله شریفه. این الله علی کل شیء قدیر، ان الله علی کل شیء علیم. کل چیز از طرف پاک پروردگار علم می باشه. عالم سب که ما گوش کو. التحیات لله و التحیات لله و طیبات و سلام علیک یا نبی رحمت الله و الله الصالحین. ان الله علی کل شیء قدیر، ان الله علی کل شیء رحمتک یا رحمان الرحیم. ما خودم بی سواد هستیم، ما سواد نداریم. اللهم صل علی محمد و علی آل محمد کما صلی ابراهیم علیه السلام، نور علیه السلام، عیسی علیه السلام، جبرائیل علیه السلام، میکائیل علیه السلام. تمام پیغمبران کوه هم از حاضر است. ما از این مردمان نیستیم که شما قدر بیا بی سر ما آمده. خدا ما مسلمان هستیم و کفر نیستیم. اگر ثبوت نشان داد که خودت جادوگری میکنی چی؟ کجا میری خودت؟ بیاین شما تو بیاین، ما نه بیاین. نه بیرون. من جادوگر باشم با خودت کجا میری؟ صبر یک لحظه. ما اگه جادوگر باشم سرم زدن مال میراث بدی. ما جادو خودم بد میبرم. ما جادوگر نیستم، جادوگر کفر است. و گپ گوش کو و انسانی که کفر باشه مثلا او جادو میکنه کسی را، ای جادو من نیستم، من جادوگر نیستم و ما خودم بی سواد هستم. حقیقت راست میگم. ما نماز خدا خواندیم، ما چی میکنم، ما جادو نکنم. این سنگ است. این سنگ است یا سنگ سر کوی افتیم اورا. مانایش از طرف خدایی سنگ سر کوی افتیم آوردیم. مانایش چه مانا نداره. هموطنان عزیز، ما اینجا با جرم ازی آمدیم که اینا جادو میکردن، ولی اینجا ما چیزهایی یافتیم که مخابره و جواهر موتر و کرولای ژاپنی جگری. او گفت سراچه است از ما کلمه. او گفت سراچه است که در شهر دروغ میگه یا بسیار مکار هستن. اینه چیزی هست کلاشی چی هست؟ ایشی هست؟ یکی هستی مرد کی هست؟ برادرم که شهید شده از دو عکسای مامای مسق است که ایران ببانی. خانه ما عکس پر از خانه ما چی پر است. تو باش اجازه بده که ما بیارم ریسوندش بگم. بیا نه جند به نشان کن. نه جند نشان مانند بیا. بیا. خب میدوی ندو. ببین ما رو بر خطا میسازی که جنیات کوی قاب برد کجا رفت. این مولوی است. قرآن خواندن این مولوی است. شناختی؟ تو مولوی هستی، قرآن خوان هستی. جندایت گفت گپ گوش که دموکرات کلتون این بسیار یک انسان پاک مولوی است. نه قرآن بطینه تا گپ گوش که یک دقیقه ما تو شما خود نوشناخت. این کی برتون گفت؟ جندایتان گفت؟ از طرف همون جن هر کس که گفت مولوی است. جندای مسلمان تان تو مولوی هستی ها. نه شما قرآن خواندید، شما خواندید، هم خواندید، این پاک است. این معلومات به شما کی داد؟ ما به ایران شدم. تو مولوی صاحب ما حق داری که هر چی بکنی به خاطر اینکه تو پاک هستی. گفت ما فهمیدی مردمای هر قسم لچکاس هر قسم خلق دیگه حاضر نشد به تو حاضر شد. تو مولوی هستی. سی قرآن در سینه تو حفظ است. خب کدامی که تابع تو هست؟ همین کفار یا مسلمان ها؟ مسلمان ها. خب ببیننده های عزیز این میگد که همین جنیات تابع ما هسته و الله جل جلاله در قرآن کریم میفرماید بسم الله الرحمن الرحیم و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. دیگه یالی گفت که جنیات مدارم روی چهارشنبه میاد و او جنیاتی که مسلمان است
مسلمان جن تابعدار کس نمیشد. بیننده های عزیز، او را الله به خاطر عبادت خود پیدا کرده و از کافر جن که وقتی یک تابعداری کسی اختیار میکند تا که او کس به ملتش نشود، تا که او برش دست نداد، تا که همکارش نشود. دیگه شما را ما توصیه میکنیم بیننده های عزیز که با این رقم مردم مراجعه نکنید. خودتانم الحمدلله با او قرآن عظیم و شان که او هدی للمتقین است و شفاء از برای مؤمنین، با او قرآن عظیم و شان خود را دم کنید. و این رقم مردمایی که چټل هستند و کلمه خود خبر ندارد، شما دیدین الحمد شریف خواندن نمیتواند، سوره مبارکه اخلاص خواندن نتوانید. دیگه با این رقم مردم شما مریضتان نبرین که از بد بدتر میشه. و به خط آخر همی خلاصه میکنیم نبی کریم صلی الله علیه و سلم میفرماید که من اتا عرافا او کاهنا او ساحرا فصدقه بما يقول فهو کافر بما انزل على محمد صلی الله علیه و سلم. از این مردمی که حال خودشان اما اقرار کردند که در روز چهارشنبه سر ما چیز میاد، چهارشنبه جن بری ما میاد. خب به هر صورت از این مردم خودداری کنید. السلام علیکم و رحمت الله. هیچ کسی در خانه مون است، مال ما رو میبره. من زمانت مکی میکنم. در تقول که پس می سر لوچم در خانه کسی نه دیگه پیسای بر میبرن. پس با بیا پس خب هموطنان عزیز قسم بگیرید اینا میگن من نمیرم و من میایم 5 بجه، ولی این باید مولوی صاحب میگه باید برده شوند به خاطر از اینکه این کار از یا بسیار ناشایسته است و چیزای نزد از دیده میشه که نزد جادوگرا و ساحرین کل همو اسبابی که امرای ساحرین میباشد، همو کلولک و همو سیمک و همو سیخ و همو سوزن امرای جا بود، حالی آنها خود شلای گرفته که نمیرم. خب ای چی میگم مولوی صاحب؟ هیچ کسی به خانه مون نیست. ضمانت 12 میباشه اینجا نمیباشه. بیا کسی غرض نداره. بیا. بله هموطنان عزیز قسم میبینین اینا را به طرف حوزه میبرن با ما. هموطنان عزیز قسم که دیدین اینا را به حوزه انتقال میدن و محتسبین با خود میبرن و بعد هر تصمیمی که بالایشان گرفته شد در حوزه گرفته میشه. تا برنامه بعد شما را به خداوند پاک میسپاریم. وقتان بخیر. الله نگهدار. وصلنا نهاية المقطع. أتمنى أعجبك المقطع، وإذا أعجبكم المقطع أعطونا أحلى لايك وأحلى تعليق، وانتظرونا في الفلوق القادم. مع السلامة.